السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم عزیزان، موضوع صحبت ما امروز درباره اسراء و معراج محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. اسراء اصلا معناش سیر شبانه را میگن. خداوند جل و علا خود در سوره اسراء آیه 1 می فرماید: استعیذ بالله سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. انا سوره اسراء آیه 1 ده خداوند جل و علا میفرماید که پاک است آن خدایی که بنده خود را شب از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی یعنی به سوی مسجد المقدس برد تا گرداگرد او برکت نهادیم و بعضی نشانه های خود را با او نشان بدهیم. و درست این که خداوند جل و علا شنوا و بیناست گفته در قرآن خبر میدهد. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه خبر معراج را، معراج حضرت پیغمبر را میگوید حق است، پس کسی که آن را رد کند و انکار کند مبتدی و گمراه می شود. و شبانه پیغمبر را صلی الله علیه و سلم خداوند جل و علا در بیداریش اولا به بیت المقدس، بعد از آن به آسمان ها و آنجا که خداوند جل و علا خواسته بود حضرت جبرئیل همراه خود بردند. امام طحاوی رحمت الله علیه هم نیز در کتاب متن عقیده طحاویه می‌گوید که معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بیداریش از مکه مکرمه به مسجد الاقصی شبانه با روح و بجسد سیر کرد و از آنجا با آسمان ها برده شد. سپس با مقام والایی که خداوند برایش خواسته بود برده شد که خداوند جل و علا خود در سوره النجم آیه 10 می‌فرماید: استعیذ بالله فاوحی الی عبده ما اوحی. پس به سوی بنده خود پیغام فرستاد آنچه را که رسانیده. اسراء و نص قرآن و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. پس ایمان آوردن و بردن خداوند جل و علا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شب در بیداریش از مکه مکرمه به مسجد الاقصی واجب است. اما معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث های مشهور که از حضرت امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیه روایت شده است اومده است. در قرآن نیست با آیات ها اشارت های آیات ها قطعی ثابت شده است که آیه 13 14 سوره و آیه 15 سوره و نجم ده خداوند جل و علا میگوید: استعیذ بالله ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. و به تحقیق دیده بود این فرشته را یک بار دیگر نزد سدرة المنتهى، نزد آن است بهشت آرامگاه یعنی جنت المأوى میگویند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اولین آیات های قرآنی که نازل شد که در غار حرا از عقیده ناپاک و عقیده افلاس قوم خودش که بسیار آزرده شده بودند، دلتنگ شده بودند، بعضی وقتها چند روزه توشش گرفته در غار حرا که امروز جبل نور میگویند در عربستان سعودی در اونجا میرفت عبادت میکرد. ناگهان در 40 سالگیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را جبرئیل امین از جانب خداوند وحی آورد که 5 آیه قرآنی در همونجا نازل شده بود که گفت: استعیذ بالله اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق الله العظیم. یکم بار در همونجا حضرت جبرئیل را به صورت اصلیش دید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال حضرت جبرئیل را در صورت اصلیش 2 بار دید. یکی در همون غار حرا، دوم بار همین شب معراج در به صورت اصلی دید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حکایت میکنند که حضرت جبرئیل میگه وقتی که فرود آمد آسمان و عالم را میگه فرو گرفتگی بود که عالم تاریک شد، 600 قنات داشت. وصف میکند پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت علامه تفتزانی هم در این مورد چنین میگوید که اسراء و معراج تا بیت المقدس قطعی به نص قرآنی ثابت شده است و از آنجا به آسمان و حدیث های مشهور و از آسمان دنیا تا جنت تا عرش تا بالای عرش و حدیث های آحاد
ثابت شده است که در کتاب شرح عقاید نصفی در صفحه 104 و 105 این رویداد را آورده است که حضرت انس رضی الله تعالی عنه و حضرت انس ابن مالک و حضرت مالک ابن صعصعه رضی الله تعالی عنهما روایت میکنند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به اینها حکایت کرد که من در حتیم بودم، شب که دیر شدگی بود، مابین خواب و مابین بیدار بودم، ناگاه برادرم حضرت جبرئیل آمد و مرا شکم و چاک کرد، از همون کنده سینه تا زیر ناف دل منو برآورد و در یک تشت تیلداغی بود و آب زمزم شش و اونجا را در اونجا محکم کرد، مرا از مسجد الحرام به سوی بیت المقدس برد. گفته حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که یک براق، یک چهارپا آورد که او براق میگه از خچیر میده‌تر، از خر کلانتر بود، بلندتر بود. همین چهارپای تیزگرد بود که کجایی که چشمش میدید وقتی پاش میبرداشت در همون جای چشمش میدیدگی خلاصه میموند. علامه بدرالدین عینی رحمت الله علیه در کتاب خودش که شرح صحیح بخاری از عمدة القاری نام داره، در اونجا بیان میکنه که این واقعه مهم که همین معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اسراء است، در 1 سال پیش از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بعضی روایت ها در 2 سال پیش از هجرت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با وقوع پیوست که این همین ماه رجب 27 ماه رجب در با اختلاف روایت ها آمدگی است و در بعضی خبرها آمدگی است که اسراء و معراج 16 ماه پیش از هجرت در ماه رمضان سال 12 رسالت، قول دوم 1 سال و 2 ماه پیش از هجرت در ماه محرم سال 12 و رسالت، و قول سوم 1 سال پیش از هجرت در ماه ربیع الاول سال 13 رسالت واقع شده است. صاحب کتاب الرحیق المختوم پس از این ذکر 3 قول وقوع حدیث اسراء را در سال 12 رسالت و کمی بیشتر از بیعت یکم عقبه در موافق با ماه ایول سال 621 اتفاق افتاده است گفته بیان میکند و این قول را این کس ترجیح میدهد که این کس هم بسیار محققه علامه مبارک شاه در کتابی همین رحیق المختوم همین گپا بیان میکند. خلاصه واقعه همین مهم و اختلاف روایت ها انا خیلی ثابت شده که 1 سال پیش هجرت یا که 2 سال پیش هجرت در واقع شدن ماه هم خیلی اختلافی که بعضیا در ماه ربیع الاول، بعضیا در ماه رمضان، بعضی علما میگن که در 27 شب ماه رجب با وقوع پیوسته است گفته بیان میکنه.